یوتیوب به عنوان دومین وبسایت پربازدید جهان پس از گوگل یک پلتفرم معتبره که افراد با تولید محتوای جذاب میتونن به شهرت و موفقیت خوبی در کنار درآمد دلاری ماهانه دست پیدا کنن. توی این ویدیو میخوام 5 تا از یوتیوبرهای معروف ایرانی رو بهتون معرفی کنم که یوتیوبر شماره یکی از رپرهای معروف ایرانه. از تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. یوتیوبر شماره 5 مدگل. آتوسا، خواننده سبک هیپ هاپ با نام مستعار مدگل، یکی از پرطرفدارترین یوتیوبرهای ایرانی دختره. اون اولین ویدیو خودشو با موضوع سفرش به دبی منتشر کرده بود. این ویدیو ولاگ نام داشت و در اون از تجربه سفر خود به دبی میگفت. آتوسا با قرار دادن چالش‌های متنوع با همراهی جیدال، رپر ایرانی، مخاطبان زیادی به کانال خودش جذب کرد. سپس با تغییر فضای کانال به تولید ویدیوهایی با عنوان آنسالوت پرداخت که باعث رشد سریعتر کانال او شد. مدگل با تولید محتوای مختلف و خلاقانه جایگاه خوبی در لیست بهترین یوتیوبرهای ایرانی فارسی رو داره. کانال یوتیوب مدگل دارای 550,000 دنبال کننده و نزدیک 200 تا ویدیوست. مدگل از طریق فعالیت در یوتیوب ماهانه حدود $24,000 درآمد کسب میکنه. یوتیوبر شماره 4 آریا کیوکسر. آریا رحمتی، معروف به آریا کیوکسر، یکی از معروفترین یوتیوبرهای ایرانه که به گفته خودش یوتیوبری را با یک PS4 و یک گوشی موبایل آغاز کرد. او یکی از چهره‌های محبوب یوتیوب ایرانیه که در زمینه بازی‌های ویدیو فعالیت میکنه. محتوای کانال یوتیوب او ویدیوهای بازی‌های کامپیوتری با چاشنی طنزه که علاوه بر کسب اطلاعات در مورد بازی‌ها، جنبه فان و سرگرمی هم داره. اولین ویدیو آریا کیوکسر برای سال 2015. آریا کیوکسر با کسب ماهیانه حدود $45,000 از کانال یوتیوب خود از پردرآمدترین یوتیوبرهای ایرانیه. یوتیوبر شماره 3 سوگنگ. سوگنگ نیز یکی از پرطرفدارترین یوتیوبرهای ایرانی پسر محسوب میشه. فعالیت او در زمینه تولید محتوای طنز و جذاب باعث جلب توجه بیش از 500,000 دنبال کننده شده. سوگنگ حدود 3 سال پیش کار خود را با اشتراک گذاری ویدیویی با عنوان باز کردن 50 آلفا پک که مربوط به یک بازی کامپیوتری بود آغاز کرد. او با تلاش تولید محتوای جذاب در حوزه سرگرمی جزو چهره‌های مورد علاقه مخاطبان یوتیوب فارسی قرار میگیره. در حال حاضر او بالای 400 تا ویدیوی طنز و چالش‌های جالب منتشر کرده. درآمد ماهانه سوگنگ از فعالیت در یوتیوب حدود $31,000 که با توجه به بازدیدهای ویدیو و تعداد سابسکرایبر درآمد خوبی میباشد. یوتیوبر شماره 2 فرشاد سایلنت. فرشاد دهقانی، معروف فرشاد سایلنت، از استریمرها و یوتیوبرهای ایرانیه. یکی از تاثیرگذارترین یوتیوبرهای ایرانی پسر، در سال 2018 فعالیت خودش رو با نام مستعار فرشاد سایلنت آغاز کرد. او از پرطرفدارترین یوتیوبرها در زمینه محتوای طنز، چالش‌های روز و استریم بازی‌های آنلاینه. او با تلاش و تولید محتوای با کیفیت با کمترین زمان به بیش از 715,000 تا دنبال کننده دست یافته و یکی از بهترین یوتیوبرهای ایرانی شده. ویدیوی اولی که فرشاد در کانال یوتیوب خود منتشر کرد حدود 3 سال پیش بود و به اشتباهات شایع در جامعه استریمرها اشاره داشت. فرشاد سایلنت با همکاری با یوتیوبرهایی مانند تاکسیک برل، پارسالیف و سوگنگ ویدیوهای چالشی و طنزی را منتشر کرده. با بیش از 800 ویدیو، فرشاد سایلنت ماهیانه حدود $50,000 از کانال یوتیوب به درآمد داد. رسیدیم به پردرآمدترین یوتیوبر ایرانی، پوتک. پوریا عرب، مشهور به پوریا پوتک، یکی از رپرهای نسل سوم ایرانه. او در کنار انتشار آهنگ‌های رپ و مضمون‌های اجتماعی در سالونی که به نام پوتک شناخته میشه، محتوای متنوعی رو ارائه میده. این یوتیوبر موفق با بیش از 880,000 دنبال کننده و 1200 ویدیو پرمخاطب‌ترین کانال یوتیوب در بین یوتیوبرهای ایرانی رو داره. محتوای پوتک شامل اجراهای رپ، اخبار جدید از رپرهای جهان، ویدیوهای طنز و چالش‌های جدید میشه. اولین ویدیویی که او چند سال قبل منتشر کرد، اجرای آزاد یکی از آهنگ‌های خودش به شیوه فری استایل بود. ویدیوهای او تا به امروز بیش از 203 میلیون بار تماشا شده‌اند. برآورد درآمد ماهیانه پوریا پوتک از کانال یوتیوب حدود $87,000
که پردرآمدترین یوتیوبر ایرانی محسوب میشه. او با ترکیب محتوای طنز و آهنگای خود موفق به جلب توجه طرفداران بسیاری شده و در دنیای یوتیوب ایران موفقیت‌آمیز عمل کرده. شما طرفدار کدوم یکی از این یوتیوبرهایی که نام بردم هستین و کانالشون رو دوست دارین؟ لطفاً توی کامنت برام بنویسید.